خیلی ها میان میگن همون ADHD و ریتالین، به خصوص نوجوانا. پژوهش قشنگی شده، شما گوشیت رو میذاری اینجا رو به بالا، سایلنت، داری کار میکنی و تصمیم میگیری جواب ندی. این ورژن اول. ورژن دوم گوشی رو به پایین میذاری، یعنی صفحش رو نمیبینی اینجا. ورژن سوم اینجا و ورژن چهارم در کاپشنت که اونجاست. در این 4 حالت میزان تمرکز و قدرت تصمیم گیری افراد فرق میکنه، حتی اگر قرار جواب ندند. قرار نیست جواب بدم، مثلا منتظر تلفنی هم نیستم. و اون مقداری که وقتی تو کاپشنشه تقریبا معادل 10 میلی گرم ریتالینه. یعنی اینایی که میگن ADHD شدیم تمرکزمون کمه، یه سوال میتونه این باشه شاید بمباران محیطیت بالاست و این بمباران بالای محیطی رو چرا میای بیماری سازی ازش میکنی؟ میدونی یه چیزی که باید باش مبارزه کنیم بیش از حد بیماری سازیه. اول محیطت رو درست کن، اون هیجانات مثبت رو درست کن، شور و اشتیاقات رو درست کن، هدفمندی پیدا کن، نمیدونم اینا رو زنده کن. بعد اگه دیدی تاش علامت مونده و علامت داره خیلی اذیتت میکنه، اون موقع به فکر این باش که اون، نه اینکه بگردم یه علامتی پیدا کنم. مثلا خب آره من 5 تا گوشی جلوم باشه 10 تا کارو همزمان انجام بدم، اون چیزی که امروز بهش میگم مولتی تاسکینگ، دارم درگیر همه اینا هستم، بعد حس کنم حافظم خوب نیست و من نیازمندم ریتالین